سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم در خصوص یکی از باگ‌هایی که خیلی رایجه تو بازی کال اف دیوتی موبایل با هم دیگه صحبت کنیم که بتونیم به کمک این ویدیو اون موضوع رو برطرف کنیم و دیگه به اون قضیه دچار نشیم. ببینید، طبق ریکوردی که خودم انجام دادم چند روز قبل من خودم به این قضیه دچار شدم و همونجا بود که به ذهنم رسید این ویدیو رو درست کنم که بتونم به کمک این ویدیو به شما هم کمک کنم. ببینید، در بعد لاگینم دیدم که نتونستم این قضیه رو انجام بدم. رفتم سراغ یک VPN رو روشن کردم، دوباره برگشتم به صفحه لاگین و دیدم که این قضیه انجام نمیشه. ببینید، در اینجا شما باید به قسمت تنظیمات دیوایستون بیاید، میرید تو قسمت حالا ستینگتون، تو قسمت تایم اند دیت گزینه ست اتوماتیکالی رو باید شما اینجا خاموش کنید. حالا چه اندروید باشید چه iOS باشید این قضیه وجود داره و تقویم باید از حالت اتوماتیکالی خارج بشه و به حالت دستی برگرده. حالا بسته به تاریخی که در اون روز قرار دارید شما باید حداقل 10 روز تقویمتون رو جلو ببرید. یعنی الان من امروز مثلا این ویدیو رو که ریکورد کردم 15 آگوست بوده، 15 آگوست رو میبرم روی 25 آگوست و دوباره برمیگردم به صفحه لاگین. حالا من اینجا تب‌های اضافه رو دارم میبندم، میبینم که آیا میتونم لاگین بشم یا نه. اگر این کار انجام نشد تاریخ رو باز هم جلو میبرم و مثلا الان از 25 به 28 و در ادامه به 31 و در ادامه به 10 سپتامبر تغییر میدم. ببینید، شما این کار رو تا زمانی انجام میدید که صفحه لاگین براتون ظاهر بشه. هر زمان که صفحه لاگین برای شما ظاهر شد شما اونجا باید تقویم رو از حالت دستی خارج کنید و دوباره به حالت اتوماتیکالی برگردونید. ببینید اینجا من برگشتم، تیک اتوماتیکالی رو زدم، برگشتم به صفحه لاگین، پسورد خودم رو وارد کردم، تیک I'm not a robot رو زدم. حالا بسته به سوالی که ازتون پرسیده میشه به سوال جواب دادم و لاگین رو انجام دادم. ببینید شما اینجا میبینید که به راحتی میتونید لاگین بشید و این قضیه رو برطرف کنید. امیدوارم که این ویدیو بتونه بهتون کمک کنه که حداقل به اندازه کوچیکی از مشکلات بازی رو براتون برطرف کنه. مرسی که این ویدیو رو دیدید، مرسی که ما رو حمایت میکنید. دمتون گرم. فعلا خدا نگهدار.